قربانی میاد و مشایعت میکنه تعادلش به هم کنه داخل محوطه جریمه سعید دقیقی و گل برای تیم کاپیتان قزوین. یه لحظه امید قربانی اشتباه بزرگی رو انجام داد، میتونه توپو به کورنر بزنه یا توپو مثل اوت، اما متاسفانه این کار نکرد. 62 دقیقه از دیدار رو پشت سر گذاشتیم. یه فرصت برای سعید باقرپسند، یه لحظه بین شوت زدن و نزدن تعلل میکنه، به هر حال پاسش رو علی کثیر. گل 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 میلاد پورصفشکن، میلاد پورصفشکن گل. چه پاس تکنیکی فرستاد علی کثیر، محنگ پاسش بودم. شاید بیشترین بازیکنی بوده که دویده عباس کندل در بازی امروز. میلاد پورصفشکن، یه فرصت، دروازه خالی و گل 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 گل. علی کثیر. داماشگیلان 2 کاستیان قزوین 1. خدای خودش رو هم شکر میکنه علی کثیر. شادمانی تیفوسی های شهر باران، هواداران تک تیمی تیم داماش و داماشگیلان 2 کاستیان قزوین 1. 77 دقیقه. رادیو داماش .ir